سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با معرفی دو برنامه بسیار کاربردی برای وارزون 2. خب اسم یکیش وارزون متا و اسم یکی دیگهش کد میونیتی. بله اگه اشتباه نکنم، حالا ببخشید اگه اشتباه اسمشو میگم، که این دوتا برنامه رو میتونید از پلی استور، حالا گوگل هم فکر کنم بشه ولی من خودم از پلی استور دانلود کردم، میتونید دانلود کنید. خب بریم سراغ اولین برنامه. خب این برنامه کارش گانهای متا و گانهای نرف شده و اینها رو میگه، که اگه دقت کنید الان مثلا تمپوس درصد متاییشو میگه، مثلا گفته 70% متاییش میگه و گانهایی که نرف شده هم میذاره. مثلا نیا کنید کاستوف 762 نرف شده، گانهای نرف شده میگه و گانهای باف شده میگه، که مثلا M4 اینجا زده باف. خیلی برنامه کاربردیه و یک خوبی که داره اتچمنت رو میگه. مثلا الان گان تمپوس رو ما میخوایم اتچمنت میزنیم روش و اینا، اینجا اتچمنتش رو میگه. تیون هاش هم این بغل میذاره، مثلا برای لانگ رنج، واسه لاو ریکوئل، واسه اسنایپر ساپورت، همه اینها رو میگه. خیلی برنامه کاربردیه و الان مثلا این گانهای توی المزرعه که میتونید بزنید خیلی خوبه، متاه. و گانهای بخواید واندل و آشیکان برید، این بالا بزنید وقتی روش، گانهای متا برای واندل و آشیکان میگه که خوبه، میتونید بزنید. الان اگه دقت کنید مثلا لاچمن ساب، تمپوس برای خوبه، اف آر، بسپی، اینا مثلا نرف شده و باف شده هم میگه. خب و یه چیز دیگه هم، مثلا الان اینجا میزنید شما رو لانگ رنج بزنید، یعنی گانهای همون AR و اینا دیگه. AR میره شورت رنج، SMG هستش و بیاید اینور اسنایپر هم میگه. خب اینم از اولین برنامه ها. یه چیز دیگه هم یادم رفت، این پایین اگه دقت کنین لودات هم میگه. لودات مثلا رنگ، داخل رنگ گفته این گان اتچمنت هاش هم میذاره این زیر، مثلا داخل آشیکا این اتچمنت، اسنایپر مثلا اسنایپ و اینا، لاو ریکوئل، اینها رو میگه که خیلی کاربرده. حالا پایینا میتونید برید چک کنید ببینید چی هستش، حالا من دیگه وارد اون جزئیاتش نمیشم. خب این از اولین ویدیو بود و میگم ویدیو، اولین برنامه بود. دومین برنامه کد میونیتیه که وقتی واردش میشیم به نظر خودم که وارزون متا بهتره. حالا این هم هستش، اینم از اینا خودتون اگه دقت کنید اینجا زده گانهای متا، کاستوف 762 لاچمن ساب، اینجا رو میگه دیگه. و بالا هم زده واسه رنگ، واسه ریسرجنس، اینها رو میگه. حالا ریسرجنس رو فکر کنم باید خریداری کنید که بهتون بده، حالا نمیدونم، ولی خب اینا هستش. و این یه کاربردی که داره، گیمر هایی که حالا وارزون بازی میکنن، کسایی که وارزون بازی میکنن، مثلا هاسکرز، اشتباه گفتم هاسکرز، نه اینا کاسکرز، این یکی بود. خب نگاه کنید هاسکرز لودات اونها هم میگه، خیلی این کاربردیش خوبه. مثلا نگاه کنید تمپوس و بسپی، همون اتچمنت هاسکرز رو میگه. مثلا این یکی نمیدونم اسمشو، ولی خب اینم اتچمنتاشو میگه. خیلی این چیزش خوبه. و این پایین وقتی این بغل رو بزنید متاها رو میگه، همه متاها رو میاره. حالا برای هرچی اینا لانگ رنج، کلوز رنج، اسنایپر ساپورت، اسنایپر، خیلی این برنامه. این فقط تنها چیزش که خوبه همین لودات های وارزون پلیر های معروف رو میگه. اینم از این ویدیو بود. مرسی که تا آخرش تماشا کردید. تا یه ویدیو دیگه، بدرود.